درود به بیننده همیشگی برنامه شبکه بهارستان. شماره نوبتی افتخار است منظور شما. و چگونه که در برنامه قبلی اطلاع داده بودیم، ما با سفر خدمتی در نوع دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم و برنامه افتخار رو از استراحتگاه چهارچنار منظورتان می‌گردانیم. دوستان عزیز، یادداشت می‌شویم که در این برنامه ما نیز خوانندگان دعوت گردیدند که در سبقت‌های سطح گوناگون اشتراک نمودند و توانستند که موفق شوند و میان دیگر خوانندگان نمونه عبرت هستند. با شبکه بهارستان بمانید. این لحظه با قهرمانان برنامه از نزدیک شناس می‌شویم. سلام علیکم. مرحمت خود رو معرفی کنید. من نیگمزاده شمسیه سیرانشاه، خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نام 20 ناحیه درواز میباشم. سلامت باشید. من محمد جان خسروشاه، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه سنگی ناحیه درواز میباشم. امرالزاده حمیده هستم، خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 دهه یاگد به نام سرور امیرجانی ناحیه درواز. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز، این لحظه هم می‌خواهیم صحبت رو از شمسیه شروع بکنیم و ببینیم که در کدام سبقت‌ها مقام‌ها رو به دست آورده است. شما اشتراکچی فعال آزمون جمهوری این فروغ معرفت هستید و همزمان از فن بیولوژی در چندین از المپیادها سبقت‌ها اشتراک نمودید و مقام نظرس رو به دست آوردید. درست است؟ بله. سلامت باشید. سر اول می‌خواستیم بفهمیم که انتخاب خودتون بود فن بیولوژی یا توصیه پدر و مادر؟ انتخاب خودم. انتخاب خودت بود. از چند سالگی به همین فن شما توجه داشتید؟ از 11 سالگی به فن بیولوژی توجه داشتم. شوق و رغبت همین فن خیلی در دل شما پیدا شد؟ من از خردی به آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی شوق به اندازه داشتم، برای همین فن را انتخاب کردم. بهترین. در برابر فن بیولوژی باز کدام فن‌ها رو خوب می‌خونید شما؟ من فن‌های دقیق ریاضی و بیولوژی را بسیار و آنها توجه زیاد می‌نمایم. بهترین. تشکر برای شما. اکنون بیاد دویر به اشتراکتان در المپیادها حرف میزنیم. از فن بیولوژی در کدام سبقت‌ها شما اشتراک کردید؟ سال 2023 در المپیادای سطح ولایتی اشتراک کردم. در آنجا اشتراکچیان زیاد بودند و آنها برای رقابت بسیار شوق و رغبت داشتند. در این المپیاد اشتراک کردم و سزاوار جای یکم گشتم. در المپیاد اشتراکچیان از رشان، راشقله، خاروق و ونج بودند. در این المپیاد زیاده از 100 خواننده بود. من در آنجا دوستان زیاد پیدا کردم. تشکر برای شما. ما دویر با اشتراک قهرمان برنامه در دیگر سبقت‌ها البته بعدتر حرف میزنیم و حالا میخوایم صحبت رو با محمد جان ادامه بدیم. و یادداشت میشه محمد جان عضو خردی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان است. محمد جان، شما چند سال میشود که اعضای خردی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان هستید؟ من مدت 3 سال میشود که در این کنفرانس اکادمی خردی علم‌های جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایم. یعنی 3 سال شما پای هم اعضا هستید؟ بله. بله. در مورد اعضاییتون حرف میزنیم. چگونه شما اعضا شدید؟ من از خودخواهی با آموزش فن‌های طبیعی دقیقاً شوق و رغبت زیاد داشتم و پیش از آنکه من کارهای ملی مشغول شوم چندین مرتبه بر کوه و پشته دیار خودم برآمده و بارها قبط خاکی آن را مورد آموزش قرار دادم و آهسته آهسته شوق و رغبت به کارهای علمی مشغول شدن هم در من پیدا شد و من نیت کردم که در این آزمون اشتراک نمایم. یعنی شما چند مرتبه تحقیقات گذراندید؟ بله. چگونه تحقیقات ها داشتید شما؟ من اولا در جایی که لغزش به عمل آمده بود تحقیقات گذراندم و بفهمیدم که بعضن سالها از معیار زیاد باریدن بارشات اتمسفری سبب این میباشد و باز هم وقتی در من بعد همین تحقیقات هایم به من معلوم شد که پوشش رسانه‌ها خیلی کم میباشد و از همین سبب لغزش به عمل آمده است. این اولین تحقیقات شما بود؟ بله. باز یگان تحقیقات دیگر گذراندید؟ باز من تحقیقات گذراندم که در دهه ما پرتوگاه نیست و با مردم دهه هم صحبت شدم و مردم دهه این اقدام مرا دستگیر نموده برای دههمون پرتوگاه بنیاد نمودیم. بنیاد کردید؟ بله. یعنی با اقدام شما؟ بله. سلامت باشید. رقابت چگونه بود برای به دست آوردن عضو خردی اکادمی؟ رقابت خیلی شوق‌آور بود. اولا در سطح ناحیه ما برآمد نمودیم که زیادتر از 30 نفر بود در این کنفرانس و من توانستم که غالب برایم در آنجا و بعد راحت به سطح ولایتی را گرفتم.
غیر از عضو خرد اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بیشتر باز با کدام مشغولیت شما مشغول میشوید؟ کدام فنها رو زیاد دوست می‌دارید؟ من با فنهای دقیق بسیار تاریخ، الگبرا و شیمیا و بیولوژی را من دوست می‌دارم. از یگان فن شما در المپیادهای و سبقت‌های اشتراک کرده؟ من سال گذشته از فن الگبرا در المپیادای دور ناحیه‌ای اشتراک نمودم و سزاوار جای سوم گشتم. المپیاد خود سطح ناحیه‌ای بود یا سطح ولایتی جمهوری؟ تا سطح ولایتی هم بود ولی رخصت نگرفتم. رخصت نگرفتید. برای چی؟ دایره علمی هم کمتر بود اون دقیقه. یعنی شما بیشتر توجه دارید به تحقیقات، درست است؟ بله. از این سبب نتوانستید که موفق شوید. سلامت باشید. در وقت‌های خالگی چیکار می‌کنید شما؟ در وقت‌های خالگی بسیارتر همین با خواندن همین کتاب‌های بدیعی مشغولیت می‌کنم. مشغول می‌شوید. بله. آخرین مرتبه کدام کتاب خوانده بودید؟ کتاب شاهنامه. سلامت باشید محمد. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز، البته ما با محمد باتر هم صحبت می‌شویم و الان می‌خواهیم صحبت رو با حمیده ادامه بدهیم و حمیده نیز از فن زبان انگلیسی موفق است. در چندین از المپیادهای اشتراک نموده است و همزمان اشتراکچی یکی از آزمون‌های با نفوذ سطح جمهوری است. این آزمون فروغ سوفیانوی کتاب است. در نامیناسی ادبیات بچگانه اشتراک نموده است و الحال اطراف اشتراکش در همین سبقت‌ها حرف میزنیم. سرول در مورد انتخابتون حرف میزنیم. شما فن زبان انگلیسی رو انتخاب نمودید. بله. از خود کردن این نازکی‌های فن زبان انگلیسی دشوار نبود برای شما؟ از یاد کردن نازکی‌های فن زبان انگلیسی برایم مشکل نبود، چون که در خانه با همراهی اپم به من درس میداد و من توانستم که از خردی این فن را آموزم. برای همین برایم آسان بود. از چند سالگی به این فن شما توجه داشتید؟ از صنف یکیم به این وقتی که در مکتب ما درس‌های علاوه‌ای زیاد بودن، مرا هم پدر و مادرم دستگیری کرده از صنف یکی به آن علاوه‌ها مرا دادن تا که من آموزش یابم. ما فهمیدیم که شما با زبان انگلیسی صحبت کردن میتوانید و بله. همزمان شعرها نیز میدونید. بله. درست است؟ بله. این از باید درباره خودتون کمتر معلومات دهید با زبان انگلیسی و همزمان بله. یک شعر رو با همین زبان پیشنهاد تماشابینان گردانید. بله. Hello guys, my name is Hamida and my surname is Amrulaeva. I am 7th form in. I am 14 years old and I'm the clever pupil in our school. And I can speak in English, Russian, and I can say one poem for us, for you. Poem by William Shakespeare. My first is in easy but never in hard. My second in place but never in God. My third is in empathy but never in full. My fourth is in pushing as well as in pull. My fifth is in hilly and also in cat. My sixth is in tabby and also in flat. My seventh is in ankle as well as in knee. My last is in 20 and also in 3. I live in jungle. My movements are slow and I take my trunk wherever I go. Answer elephant. تشکر برای شما. من فکر میکنم که البته دویر به حمیده تماشابینان شبکه بهارستان باز پرتر معلومات گرفتن و شعری که شما با زبان انگلیسی پیشنهاد نمودید میتوانید مضمون آن رو با زبان تاجیکی با همسالانتون بگویید؟ بله. مرحبا. این شعر از ویلیام شکسپیر بود که این را اساساً در کتابی که درباره همه حیوانات شعرها نوشته بود این را هم ضم کرده بود. این شعر اساساً در وصف یک فیل است که این جواب را به دیگر حیوان‌ها می‌دهد که وی میگوید که من در خردیم وقتی که من کلان شدم دندانهایم بسیار خرد بودند. باز کلانتر شدم توانستم که دندانهایم را کلانتر کنم. آنها خواستگار بسیار زیاد پیدا کردند. من در جنگل زندگی میکنم. بسیار حرکت‌های آسان دارم و من در جنگل زندگی کرده زندگی خود را دوست می‌دارم و از همه بیشتر از همه حیوانات از موش می‌ترسم. آفرین برای شما. از فن زبان انگلیسی در کدام المپیادا شما اشتراک نمودید؟ من از فن زبان انگلیسی در المپیادای فنی در دور ناحیوی طول 3 سالش که اشتراک میکنم. در وقت اشتراکم سزاوار جای یکم گشتم با 95 بال. پس از آن من به شهر خاروخ راحت پیدا کرده. در آنجا در 2 سال اشتراک کردم سزاوار جای افتخاری گشتم. بعد وقتی که بار 3 هم اشتراک کردم در آنجا سزاوار جای 3 گشتم. کوشش نکردید که در سبقت‌های سطح جمهوری و بین المللی اشتراک کنید؟ کوشش کردم و تنها در المپیادا اشتراک کردم و پس از المپیادا مرا باز پدرم و مادرم به آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است تیار کردن. برای همین فرصت نکردم.
саломат бошед. мо медонем ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст як номинатсия дорад адабиёти ҷаҳон. шумо забони англисиро хуб медонед, аммо дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок намудед. тасмим нагирифтед ки дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон иштирок кунед? تصمیم گرفتم اما بیشتر کتاب‌های من از نامیناسیون بچگانه بودن. برای همین این محض همین فن را تصمیم گرفتم که محض در همین نامیناسیون اشتراک کنم. تشکر برای شما. تماشاچیان عزیز، الکی موضوع خود کشیده شد و دایر به اشتراک قهرمانی برنامه در آزمون جمهوریوی فروغ سوبیدانای کتاب است حرف میزنیم. خب مرحمت گفتید که برای شما توصیه دادن نامیناسیون ادبیاتی بچگانه رو. من وقتی که در سن 10 سالگیم به این آزمون شوق و رغبت پیدا کردم. اساساً شوق و رغبت مرا پدر و مادرم زیادتر کردند، چون که آنها بیشتر با من کار میکردند، برایم شعر مینوشتند، از کتابخانه برایم کتاب گرفته برایم میخواندند، آنها معنی داد میکردند، لغت ها را به من یاد میدادند و برای همین هم در این آزمون اشتراک کردم. اشتراک کردید؟ وقتی که در صنف 4 اشتراک کردم 10 سال داشتم و در آن وقت من 61 کتاب و 500 بیت یعنی 1000 مصرع شعر می‌دانستم و بعد هر سال که اشتراک کردم یعنی از صنف 4 تا صنف 7 توانستم که شعرهایم را زیادتر کنم. از 1000 مصرع شعر آنها را به 8000 مصرع تبدیل دادم و کتابهایم را به 150 تا کتاب. بهترین. شما چند سال پای هم اشتراک کردید؟ بار 4 است که در این آزمون اشتراک میکنم. در هر 4 سال اشتراک کردم در سطح ناحیوی سزاوار جای یکم گشتم و خوشبختانه پارسال در دور ولایتی سزاوار جای دوم گشتم و به دور جمهوریوی یعنی سطح نهایی آزمون راه خط پیدا کردم. یعنی نتوانستید که مقام‌های اول، دوم یا سوم رو به دست آورید؟ محض وقتی که من به آنجا رفتم بار یکم بود که اشتراک کردم و امسال باز کوشش زیادتر میکنم، چون که دیگر تجربه دار شدم میتوانم که امسال سزاوار جایهای نمونوی و نمایان گردم. آمادگی ها به دور من بعد چگونه است؟ آمادگی ها به دور من بعد باز زیادتر شدن و من تصمیم گرفتم که تمام تابستان را صرف کتابخوانی و که اذیت کردن شعرها کنم. سلامت باشید. تشکر برای شما. من اطمینان دارم تماشاچیان عزیز قهرمان برنامه رو ما در دور جمهوریوی میبینیم و همراهش صحبت میکنیم و برای اون که واقعا با تماشاچیان اثبات کنیم که قهرمان ما در این سبقت سطح جمهوریوی اشتراکی فعالانه دارد، برای اثبات همین گفته های بالا میخواهیم چند ضرب المثل چیستون معما شاید یا که اون شعری بچگانه هم باشد پیشنهاد کنند. مرحمت. بله، ضرب المثل ها. Proverbs. Everything is good in its season. هر چیز وقت و ساعتی خود را دارد، آسیا با نوبت. A man can die but once. هیچ کس در این دنیا دائمی نیست، همه میمیرند. Live and learn. علم دریاست، از گهواره تا دانش بجو. Everything is good in its season. آسیا با نوبت. Strike while the iron is hot. آهن را در گرمیش میکوبند. Never say die. دائما زنده دل باش، دنیا با امید است. میگذاریم با قسمت دیگر. چیستون؟ چیستان. نمی شود نفس تنگ گرچه نفس کشد چنگ کشد. عجایب جانور دیدم در این دشت، هزاران تیر خورده زنده میگشت. خار پشت از کوه بلند است، از علف پست است. راه. خب معما. در شاخ درخت ما 6 تا گنجشک هستند. بچه یک سنگ را گرفته بسای آنها پرتاب کرد. چند تا دیگر ماند؟ هیچ چیز. یک کس رو وقتی میزند دیگرها ترسیده پریده میروند. پریده میروند؟ بله. در صحن مکتب ما 7 تا خرک است. 3 تای آن را رنگ کردند. چند تای دیگر ماند؟ 3 تایش ماند؟ نه، 7 تایش. آنها را فقط رنگ کردند، نگرفتند. سلامت باشید. تشکر. بیاید یک شعری بچگانه پیشون میکنیم. شعر بچگانه شعر در وصف وطن از ایجادیات خودم. وطن جانم این زمان نامش هست تاجیکستان، مرکز او دوشنبه شهری زیبا و خوبه، یک ولایتش ختلان دیگرش هست بدخشان، در وادی زرفشان واقع خوجنگ باستان، با تمامی چیزهایش وطنم هست گلفشان. سلامت باشید. تشکر برای شما. تماشاچیان عزیز، ما بعد از چند لحظه برنامه افتخار رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. تماشاچیان عزیز، شما ادامه برنامه افتخار از شبکه بهارستان تماشا نموده ایستادید. بار دیگر یادداشت می‌شویم که ما با سفر خدمتی در ناحیه دراز ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم و یادداشت می‌شویم که صحبت خود را از استراحتگاه چهارچمن پیشنهاد شما نموده ایستادیم. تماشاچیان عزیز، از سبب آن که چگونه که بالاتر ذکر کردیم، از سبب آن که
манзара бисёр манзараи ҷолиб аст ва истироҳатгоҳ аст. Як дарёе дар назди мо албатта ҳаст ва садои онро фикр мекунам шумо мешунавед ва бисёр форам ҳам ҳаст. тамошобинони азиз, қаҳрамони мо Шамсия иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат буд ва фикр мекунам ки албатта ҳарчанд ки натавонист мақомеро ба даст оварад, аммо сазовори мақоми ифтихорӣ гардид. Дуруст аст? хоб мегуфтед ки ин кадом сол буд ва чаро натавонистед ки шумо муваффақ шавед? иштироки ман дар ин озмон дар соли гузашта буд. ман дар сатҳи ноҳиявӣ ҷои якум гирифтам ва дар сатҳи вилоятӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. чӣ сабаб шуд ки шумо то даври вилоятиву ҷумҳуриявӣ нарафтед? маълумоти ман камтар буд ва доираи илмии ман дар он озмун кам буд. барои ҳамин натавонистам ки то сатҳи ҷумҳурӣ равам. шумо аз фани биология иштирок намуда будед? бале. имсол низ иштирок доред? бале, дар озмуни илм фуруғи маърифат имсол низ иштирок мекунам. тамошобинони азиз, мақсад аз даъвати хонандагоне ки натавонистанд дар ҳамин сабқат мақомеро ба даст оваранд дар он аст ки воқеан онҳо роҳ афтода нашаванд, иштирок бикунанд ва дониши худро сайқал бидиҳанд ва дар имсол ва солҳои баъдӣ тавонанд мақомҳоеро сазовор гарданд. ва иштирок дар ҳамин гуна сабқатҳо ин аллакай худ як ғолибият аст. яъне санҷиши дониш, санҷиши маҳорат ба шахс имкон медиҳад, ҳарчанд ки дар озмун наметавонад муваффақ шавад, яъне имкон медиҳад бозам талош бикунад, заҳмат бикашад, яъне хубтару беҳтар омода шавад то ин ки миёни дигар рақибон беҳтар баромад кунад дар назди ҳар якамон ва ҷоеро ба даст оварад. ман албатта итминон дорам ки шумо дар имсол ғолибиятро ба даст меоваред. айни замон омодагиҳо чӣ гуна аст дар ин озмун? омодагиҳоям бисёр хуб аст. ман саю талоши кӯшиш дорам ки имсол сазовори ҷои намоён гардам. беҳтарин. боз дар кадом олимпиадаҳо шумо омодагӣ дида истодаед? барои озмуни илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ ва конференсияи илмии академия. ба падару модар кӯмак мекунед шумо? Бале. бештар кадом корҳоро дар хона шумо анҷом медиҳед? обчакорӣ. обчакорӣ? бале. обчакорӣ чӣ аст? яъне заминҳоро об додан. заминҳоро об додан. боз боз ҳамин корҳои қишлоқ, яъне чорводориро иҷро мекунам. ҳар бегоҳ онҳоро ҷамъ оварда ба ҷояшонро. ба кадом олимпиадаҳо шумо тайёрӣ дида истодаед? ҳоло боша ба академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. тайёрӣ дида истодаед? бале, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баромад дорам. барои он яъне тайёрии худро мебинам. дар сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ гуна тадқиқотро пешниҳод мекунед? ҳоло ман корҳои тадқиқоти худамро идома дода истодам ва барои сатҳи ҷумҳуриявӣ яъне тайёрии худро дида истодам ва онҳоро мехоҳам дар назди ҳайати акамон нишон диҳам. бале, яъне дар амалия шумо нишон бале. медиҳед. саломат бошед. ташаккур барои шумо, муваффақият таманно дорам. пеш аз анҷоми барнома мехоҳем тавсияи қаҳрамонони барномаи навбатиро ба хонандагон бишунавем. من به خوانندگان توصیه می‌دهم که در این آزمون‌ها اشتراک کنند، دانش خود را صیقل بدهند، بسنجند و بدانند که تا چه درجه آنها دانش دارند، چون که اشتراک در این آزمون‌ها به آدم فرصت آن را می‌دهد که اگر مثلا در دور جمهوریوی آنها راحت پیدا کرده در آنجا سزاوار جایهای نمونوی گردند، آنها می‌توانند که به آزمون به دانشگاهی می‌خواستگی خودشان داخل شوند. توصیه من همین است که تمام خوانندگان به این آزمون‌ها آمده اشتراک کنند، دانش خود را بسنجند و برای آینده وطن، ملت و خانوادهشان پیش از همه موفق شوند. саломат бошед. محمد شما ба хонандагон гуфтанӣ ҳастам ки дар ин намуд озмунҳо ва конференсияҳо иштирок кунанд ва илми худашон сайқал диҳанд. саломат бошед. من به خوانندگان توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌ها و المپیادها اشتراک کنند و دانش خود را صیقل دهند و کوشش کنند که آبروی خود و تاجیکستان را بلند بردارند. این بود بهترین тавсияҳо аз ҷониби иштирокчиёни барномаи навбатии мо ва пеш аз анҷоми барнома аз ҳамида хоҳиш мекунем ки як шеъри дигарро пешниҳод бикунад барои мо ва ҳамин гуна мерасем ба қисмати анҷоми барнома. марҳамат. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم، زین سعادت سر به گردونها برم، حافظ آزادی اهل و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر
می شود از کشوری من جلوگر، جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور پاشد بر سر نفع بشر. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. تشکر برای شما، زنده باشید. من برای شما موفقیت تمام دارم، خونش خوب بالا و باوری کامل دارم که البته در آزمون‌هایی که شما اقدام گرفتید، اشتراک نموده استفاده می توانید موفق شوید، می توانید دستاوردها رو به دست آورید. برای شما برار و کامیابی ها آرزومندم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، این بود نمایش نوبتی افتخار و باور دارم که این صحبت ما برای شما پسند آمد. نگفته نماند که ما با سفر خدمتی در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم. دیگر برنامه‌های جالبی ما را شما می‌توانید از شبکه بهارستان روزهای نزدیک تماشا کنید. انجام برنامه افتخار آغاز برنامه‌های دیگر شبکه بهارستان است. ما تنها تا برنامه آینده با شما خیر و خوش می‌کنیم. تن صحت و خانه آباد باشید. خیر.